خوب هستین؟ اسمتون رو به ما میگین؟ توران کارگر اسد. خانم توران کارگر. خب استرس که ندارید؟ نه ندارم. خب خانم توران جان چقدر انتظار از بینیت داری؟ چی میخوای از ما؟ بهمون توضیح بده که ما همونو سعی کنیم اعمال کنیم به بینیتون. باشه دیگه فانتزی باشه. خب چیاش حل بشه؟ چه اصلاحاتی رو بینیت انجام بشه؟ همین پره ها بزرگی. خب قوس بدی یه کم بالاتر. قوس داشته باشه، پره هاش جمع بشه و قوسش هم زیاد میخواید. نوک بینیتونم تا یه حدی بالا بره و مدل فانتزی ایجاد بشه براشون. ان که اون چیزی که میخوایم بتونیم براتون انجام بدیم. حالا با توجه به آناتومی بینیتون و ضخامتی که پوستی که دارین توضیح دادم یه مقداری نوک بینی گرد نشون میده، ولی بقیه چیزایی که خواستین در حد اکثر امکان انجام میشه براتون. پایان عمل خانم توران کارگر